والدان یک خواننده مکتب در رشت ادعا دارند که ماموران ملیسا او را مجبور کردند یا به گناه اعتراف کند یا شیمش را بکشد. ماموران ملیسا دعوا را بی‌اساس دانستند. نوریس 16 ساله به گمان دزدی در دکان در دهه نوآباد روز 3 مارس امسال بازپرسی شده است. حال مفتشان دادستانی نویه رشت دزدی و شکنجه طلبه مکتب را یک جای تحقیق دارند. یکی از مفتشان به ذکر نام 6 اپریل به رادیوی آزادی گفت 4 روز باز ماموران ملیسا را بازپرسی دارند. تفتیشات آغاز شد اما هنوز پرونده گشوده نشد. خبر داد همصحبت ما. پدر نورس به رادیوی آزادی گفت پسرش را روز جمعه گذشته 31 مارس به دادستانی نویه دعوت و با ماموران ملیسا روبرو کردند. رفتار کارمندان ملیسا را به پروکورور نقل کرد. مجبور کردند که بگوید دزدی کرد. پسرم گفته است که دزدی نکرد. از گوشش کشیده به دیوار زدند. یکی از آنها مجبور کرده است شیمش را کشد. گفته است شرم می‌دارم. خودشان شیم و تاپوشش را تا زانو فراورده تهدید به تجاوز کردند. هر دو ملیسا در آنجا بودند ولی میگفتند چنین کار را نکردند. نقل کرد پدر نورس روز 6 اپریل. همصحبت ما افزود او را به جماعت باقی رحیمزاده نویه رشت دعوت کرده مصلحت دادند که بهتر است مسئله را جدی نگیرد ولی او میگوید هیچگاه از این راه نمیگردد. حالا به نام پرزیدنت نامه می نویسم و از دادم را می رسانم. مفتش اداره کارهای داخلی جماعت نوآباد نویه رشت روز 6 اپریل به رادیوی آزادی گفت این حرفها اساس ندارند و افزود حالا در نزد دادستانی نویه است و نمیتواند صحبت کند. حبیب الله سفالزاده سردار شعبه کارهای داخلی نوآباد دعوای ضد زیردستانش را دروغ نامید به دلیل آنکه در بیمارستان است. به سوالها دیگر جواب نداد. تمام ماجرا پس از آن سر زد که شب 29 مارس امسال محصولات یک دکان را در دهه یشم نویه رشت دزدیدند. ضرری رسیده 6000 سومانی است. فروشنده یار محمد نظریف میگوید دزدی هنگام نماز تراویح شد و نمیداند مبلغ شیرینی و نوشاکی ها را که گرفت. ما برای تحقیق حادثه به شعبه ملیسای نوآباد مراجعت کردیم. آنها چند طلبه مکتب دیگه را پرسیدند. این به معنای آن نیست که این طلبه مکتب دست به دزدی زده باشد. افزود در سالهای آخر در اداره‌های وزارت کارهای داخلی تاجیکستان چندین مورد شکنجه و مرگ مرموز گمانبران ثبت شده است. فعالان حقوق بشر به عنوان توصیه‌های اساسی برای پیشگیری شکنجه به ضرورت رعایت قانون برای بازداشتگان، تهیه سر وقتی سندهای آنها، معاینه طبی و تشخیص دقیق طبی در صورت شکایت از سلامتی اشاره می‌کنند. بجز این گفته می‌شود اقرار گناه زیر شکنجه و تهدید نباید دلیل دانسته شود.